آقا سلام، اینجا بیچاره است. مهمون اپیزود اولمون عمو حسین اشاره مهمون همیشگی. سلام کن. انشالله. سلام به همه مخاطبین بیچاره. امیدوارم که حالتون خوب باشه برخلاف حال ما و اینکه تداوم این پادکست ها حفظ بشه انشالله. خدا کریمه. خب من در خدمتم. آقا اولی که من عذر میخوام بابت کیفیت بعد و حتی الان که اینجا مغازم و کولر روشن گرمه دیدم که ماشین بودیم و کلی بحث و این چیزا و نکته بعدی این که من به خاطر اینکه بهش موضوع گفتم یک مثالی زدم که توش اسم شهرمون بود و ما نخواستیم که اسم شهرمون رو کسی بدونه، نه اینکه کسی بدونه، خود شهرمون یه اوضاع ناجوری داره به خاطر هم و من این قسمت رو میوت میکنم با تشکر. آره شرات اگه نباشه شرات یعنی به تعداد زیاد و تکرار اگه نباشه بوده بعضی از مواردی که به همچین مسئله رسیدن که دیر فهمیدم. البته این باز جای بحث داره، به نظرم هیچ چیزی رو نمیشه قطعی گفت، چون که شاید اگر یه سری تجربیات رو توی بازه زمانی تجربه کنی خودت ظرفیتش رو نداشته، یعنی شاید نیاز باشه حتی دیر بشه و دیر بفهم. اما چیزی که بخوام بگم در جواب سوال تو اینه که آره مثلا بذارم یه خورده زمان بگذره از روابطی که دارم، حالا هر رابطی حتی شاید شامل خانواده هم بشه، بعد بیام اون انرژی مضاعف یا چیزی که آجی اینو دارم آدرس میپرسم. آدرس جان شیراز اینو برو دست راست برو تا آخرش اینو آزاد شیراز. آره درست گفتیم آقا. اشتی میگفتیم. داشتم میگفتم میذاری یا نه؟ میذاری بابا. خب داشتم میگفتم بعد بیام اون انرژی مضاعف یا اون چی بهش میگن اهمیتی که خود جوش باید بذارم متوجه نمیدونم خوب منظورم رسونه. همین دیگه آقایی که خود جوش یه کاری انجام بدی بهشون عشق بورزی. آفرین. هر کس اندازه وسش بعد بدی. آره هر کس اندازه اونی که میبینه، هر کس اندازه ارزشی که طرف مقابلش براش کاسش. آره دقیقاً کاسش خیلی مهمه چون اتفاقا همین روز هم توی شرایطی هستم که حس میکنم راجع به بعضیا نباید این کارا رو انجام داد. خب یعنی توی دورانش هستم اتفاقا خیلی هم مصادف شد. خدا هم رحمتش کنه. خدا بیامرزش. ببخشید ما تو ماشینیم و داریم کاب میخوریم، اگه بیستیم چی میچسبه؟ آمپر میگیره ماشین. بله و اینجا خیلی گرمه. بله ما الان بی زندگی میکنیم متاسفانه. خب حالا خودت از این تجربه بگو تا حالا به همین چیزی رسیدین. اولا یه چی بگم، به نظر خودم آدم یه عده میان میگن آقا من اگه این چیزو میدونستم برمیگشتم انجامش نمیدادم. مثلا من یه چیزو 17 سالگی فهمیدم و میگفتن اگه برگردم 15 سالگی این کارو انجام نمیدم. و حس میکنم اگر اون کارو انجام نمیدادم این روند شاید 20 سالگی 25 سالگی الا به درکش میرسم. مثل همون آدم سیگاری است. بهش میگم آقا سیگار ضرر داره، میگه نه یکی دو نه کسی چیزش نشد. یا به خودش میگم آقا دهنش سرویس شده. بله من خودم چیزی که بخوام بگم اینه که خیلی چیزا رو من خیلی دیر فهمیدم. خب اصلا من میتونستم واقعا برگردم عقب. واقعا میگم 100% رو زبان انگلیسی کار میکردم اون موقع. من خود راستش رو بگم من خانواده خودم کلا تا دوم راهنمایی جفتشون تا دوم راهنمایی و سواد بالایی ندارم درکی. خیلی چیزایی که به درد الانم میخورد هر انجام میدادم که الان جایی که بخوام از صفر شروع کنم بیام از صفر شروع کنم، از مثلا 50-60 شروع کنم، نصف راه رفته باشم که مستقیم به خدمتم نخورم تا الان اون سرویس بشه. خب البته تا الان تو سنی هستی که میتونی بری اینو انجام بدی. حالا 18 سالت هم نشدم. این شاید برای اینکه مثل من صدق کنه که دیگه 23 سالمه، دیگه دارم لیسانس میگیرم، دارم پیر میشم، مثلا ترتر میفتم مثلا ماشین اینجوری است و واقعا حالا بگو چیزی خواستم بگو. نه خواستم تعارف نکنم. خواستم بریم به موضوع بعد، یعنی که علل این که یه سری چیزا باعث میشه دیر اتفاق بیفتن چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه ما اون تجربه رو دیرتر به دست بیاریم چیه؟ آقا شرایط جامعه است، تجربه انتخابای خودمون به نفع دارم میکنم. ببین آقا تجربه ها خب قبلا تجربه‌ای که ما کردیم و
یکی دیگه هم تجربه کرده بود گفته خب همه میگن آقا اندازه ظرفیت یکی بعد محبت بش کرد. آقا اعتماد سخت بکن کات کنی درسته دیگه. یا مثلا آقا کارهای دیگه کجا بودم ولی خودمون میدونیم قبول کن ما میدونیم. ببین نه میدونی بحثش چیه علی؟ به قول یکی آدم خب آقا علی بله جانش درست بخون. به قول یکی آدم کلا انسان اگر بخوایم یه اسمی روش بذاریم میشه گفت که ماشین تولید احساسات. و این چیزی که تو میگی رو آره مثلا میگیم ما خودمون انگار یه جورایی مریضیم که میریم دوباره این کار انجام میدیم، ولی ببین توی اون لحظه واقعا اون احساسی که بهت غالب میشه اجازه نمیده که تو حتی فکر کنی به این که آره من باید حواسم باشه که سخت اعتماد کنم، میدونی؟ و اون احساسی که اون لحظه تجربه میکنیم تفاوت ایجاد میکنه. یعنی تو میدونی اینو خب ولی حس خوبی داری از این که مثلا به این شخص الان اعتماد کنی، حالا چه رفیقت باشه میگم چه پارتنرت، اون لحظه دوست داری دوستی جدیده آدم جدیده تا الان هم خوب بوده باحال بوده طبیعی دیگه، اما آدم‌ها اولش روی خوبی نشون میدن خب آدم جذب میشه ولی به مرور متوجه میشی که نه نباید این کارو کرد خب حتی اگر اون شخص نتیجه خوبی باشه از اعتماد میدونی اون حسه که تفاوت رو ایجاد میکنه و به مرور هم به دست میاد و توی تجربه‌های بعدیت اینو میبینی. درسته تو آقا مثلا مثال میزنم خب مسائل ریاضی رو همه قبلا رد کردن همه ریاضی دو دبستان خوندن سه دبستان خوندن خب نمیشه که مثلا بگی خب من اینو خوندم بیا خودشو بهت میگم تو دیگه نمیخواد بری مدرسه. باید تو بری اونو بگذرونی خودت به اون بینشش برسی و به مرور مثلا همون ریاضی هست دیگه ملکه ذهنت میشه. حالا بس 2 تا 4 تا که نداره خیلی سخت‌تره واقعا ولی خب به حد نصاب هم برسی کافیه. اینم حرف درست میتونه که عللش هم خانواده باشه. مثلا ما خیلی هست ما خیلی هستن اصلا خیلی هستن واقعا به خاطر اینکه حالا نمیشه کلی هم گفت برای همه موضوعات مثلا به خاطر اینکه آقا محبتی چیزی ندیدن خب یه چیز دیگه ای آقا اینا تم به رابطه میدن چرا تو خانواده تعلیم ندیدن. آفرین وارد رابطه میشن اعتماد الکی میکنن طرف مثلا به حرفش گوش میده میگه آقا این دیگه خداست. دقیقاً آره دقیقاً چیزی که راست چی؟ چیزی که راست چیزی که راست آره ببین آره درست اتفاقا و این حتی تو این بحث هم میاد که تو چه میگفتم که میبینی گاهی اوقات یارو هم تامین میشه مثلا یه خانواده معمولی داره یعنی اینجور نیست که کلا تامین نشده تعلیم ندیده خب یه عدی کمی در حد کوچه بازاری دیگه مثلا خب میره تو رابطه باز اون چیزایی که کم بودشه اونجا باز باعث میشن که این اتفاق بیفته یعنی دیر به یه چیزایی برسه. خانواده تقریبا میشه گفت که منبع همه کمبوداست توی آدم و من حس میکنم که هر چقدر والد خوبی باشه آدم باز یه چیزایی میمونه که تو از تجربه با جامعه به دست یعنی خانه‌ها ضربه میخوری سرت به یه سنگی میخوری اینجوریه. شرایط دیگه هم که اینو ایجاد میکنه میتونه خود جامعه باشه میتونه سیستم آموزشی باشه که سیستم آموزشی که اصلا تو در دیواره باش در دیوار بود هیچ جا نیست میدونی میتونه اینم باشه دقیقا که اون باری رو که مسئولیتش با خانواده نیست که به دوش بکشه خب سیستم آموزشی باید به دوش بکشه رو نمیکشه یعنی اون وظایفی که داره رو انجام نمیده خانواده تا یه جاییه بعد دیگه بچه خب همش که پیش با مامانش نیست یه جایی میره بیرون میاد رفاقت رو تجربه میکنه رابطه ها رو تجربه میکنه شرایط مختلف احساسی قرار میگیره میدونی یه بخشیش هم میتونه عدم فرهنگسازی برای مراجعه و مشاوره باشه. دقیقا اینا خیلی هستن تو الان هر کی میره روانشناس میگه آقا یا روانی یا مشکل داری در صورتی که خیلی که دارن میرن اصلا مشکلی هم ندارن یه کسی که اصلا مشکلی ندارن فقط میرن آقا صحبت میکنن یه سری سوال دارن این علی
آقا علی خیلی چیزا برای آدم سوال میشه. خب ببین مشاور واقعا دید تازه‌ای بهت میده، یعنی یه سری چیزایی که تو اصلا فکرش هم نمی‌کنی این میاد بهت میگه یا بابا اینجوری فکر کن. من یه مسئله برام پیش اومد، خب مثلا رفقا اینا چی میکردن، اکثرا یه سری جوابای تکراری بهم میدادن، خب که مثلا تصمیمی که میخواستم بگیرم همین، ولی یعنی حتی که ازم میپرسید میخوای راجع به این قضیه چیکار کنی، میگفتم این قطعی شده بود اینا. بعد من با یه مشاوری در ارتباط هستم، حالا هم تایم میگیرم هم گاهن مثلا تو واتساپ باهاش صحبت میکنم، پیام میدم، مسائلی که برام هست رو باهاش در میون میذارم. اینو من بهش گفتم، خب بعد یه جوابی بهم داد و یه سری چیزایی بهم گفت که اصلا اون فرنده یه سری چیزا رو من یاد گرفتم. میخوام بگم مشاور اینطوری میتونه بهت کمک کنه. سر مشاور آقا گارد نگیری. آره و باعث میشه که به خودت نه بگی کاش این کارو مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش اینم هست. مشاوره خیلی خوبه. به نظرم با کوچکترین مشکلی که برای آدم روحی پیش میاد، چالش روحی که پیش میاد باید بره اونجا. آره. چون آقا ممکنه اون چالشه نشأتی از یک مشکل باشه. باز حالا ممکنه مثلا برگره به خانواده یا هر چی. آقا ممکنه اصلا طرف آقا افسردگی داره، میگن آقا ممکنه اون بیماری روحی که داره به خاطر جسمش باشه در اصل. و مثال چیزی که از مال مشاوره بخوام بگم اینه که یه سری از مسائلی که تو ذهنت خیلی گنده باشن بیاد مثلا برای صحبت با چی نیست، 4 تا با یارو صحبت میکنی یا خودت 4 تا فکر میکنی، 4 تا میکنی بهش میرسی. میدونی بیشترین تاثیرش از این بابتی که تو داری حرف رو، خب شاید حرفی که خودت هم میدونیش از یه دیگری میشنویش، این تاثیرش بیشتره. میدونی دیدی مثلا بعضیا اینا که رابطه عاشقانه داره به طرفش میگه دوستم داری، خب میدونه که دوستش داره، مرض نداره که مثلا باهات باشه، خب ولی این که بشنوش از طرف مقابل خیلی تاثیرش بیشتره و یه انرژی بهت میده، انگار یه یاداوری الزام آوریه. و یه نکته کوچیکی هم بگم آقا، هر روانشناسی یعنی آقا آره. بحث زرد بودن و اینا نیستم، بحث اینه که آقا خطرناکی نه آقا طرف آقا شاخه را دیگه روانشناسی کار میکنه، توی یه شاخه دیگه مشکلت خیلی چیزا هست. ببین علی اینم باز به همون سیستم آموزشی برمیگرده، خب که صرفا فقط تولید کننده است، اصلا کیفیت برای شما نیست. خب میتونی شما رزومه طرف اونجا ببینی، مثل یه ویترینه، تو پیجش مطالبش میذاره، استوری میذاره، یا از کامنت ها میتونی بری ببینی که آقا راضی بودن از یارو یا نه. بعد میتونی بعد یه مدت که روش، من مثلا همین یارو رو اینجوری انتخاب کردم یه چند سال داشت، بعد یه مدت که روش من مثلا همین یارو رو اینجوری انتخاب کردم یه چند سال داشتمش تو اینستا، لایو مثلا میذاش مشترک با ما بقیه همکاراش، یا در مورد مسائل مختلف که پست میذاش صحبت میکرد، میدیدم قابل تأمل یارو مثلا میشه هیچ وقت و 2 تا تجربه هم که باهاش داشتم راضی بود. حالا اگه اجازه داد یا هر چیز دیگه اسمشو مثلا بذاریم، به هر حال اسمشو بگی، یعنی حالا اگه اجازه داد، نه اینکه با هم الان بگی بذاریم تو دیسکریپشن. باشه خواستم بگم فرق مثلا این شاخه‌ها، این نکته خیلی خوبه. ببین مثلا ما شاخه هیجان درمانی داریم، هنر درمانی داریم، چی داریم، یا بعد بریم مثلا یه شاخه‌ای وجود داره که تو 3 روز بعد از اینکه 3 روز بیشتر وقت نده، بعد از یک حادثه مثلا آقا تجاوزی به آدم شده باشه، مرگ عزیزی چیز، آقا میره اونجا وقت داره بره که این تبدیل به PTSD نشه، استرس پس از حادثه نشه. آفرین. حالا حساب کن ما چقدر هر روز داریم تجربه. اینا آره. فکر کنم سمت ما مرگ عادیه. مرد خدا بیامرزه. راحت شد. آره ببین مثال در این چیزایی که گفتی مثلا خیلی جزئی بودن، ولی مثلا من نشیده بودم خودم، ولی به صورت دسته‌بندی‌های کلی مثلا خب چیز دارن، مثلا روانپزشک با روان درمانگر با روانشناس روانکاو، اینا همه با هم فرق دارن. باید میشه نه فرق دارن، روانکاو، روانپزشک، روان درمانگر، نمیدونم دیگه هم گفتم روانشناس، روانشناس، خب مشاور. بعد مثلا یارو مشاور خانواده هست، مشاور
تحصیلی هست، بعد مثلا روانشناس بالینی هست، روانشناس کودک هست، روانشناس عمه من هست مثلا. خب اینا همشون اینا همشون فرق میکنن. باید ببینید چون شیوه درمانشون فرق میکنه، بعد ببینید کدومش بیشتر میتونه رو تاثیر داشته باشه. تو این گوگل اینا هم بزنید خب میاد. خودمون هم احتمالاً در این مورد شاخه بذاریم، چون من متنا رو آماده دارم. آره میذاریم صحبت میکنیم راجع به اینا که مثلا بذاریم، ولی خب آقا نمیتونیم مثلا کلی بده، یه توضیح میدیم آقا همچین چیزی هست و این وظیفشه، این کارشه، یعنی بیشتر از این نمیتونید. دیگه شما باید شرایط خودتون رو بسنجید. بعد نمیتونید برید پیش یک آدم مطمئن. آره. یک موضوع دیگه ای که به نظرم باعث میشه که اینو کاش تجربه میکردم اون موقع انجام میدادم فلان بهمانه، داده هایی که ما از جامعه میگیریم. خب دیروز داشتم با یکی از رفیقام تو اینستا، خب رفیق قدیم همیشه با هم راجع به چیزا صحبت میکنیم، داشتیم راجع به انگیزشی‌ها صحبت میکردیم. خب یه پستی برام فرستاده بود، داشت میگم بابا یکی مثل دکارت، خب میگن هست صبح زود بلند شو از خواب نمیدونم فلان بهمان. یه آدمی بود که هیچ موقع صبح بیدار نمیشد دکارت. یکی از فیلسوف‌ها و نویسنده‌های قهار زمان خودش بود و وضعش هم خوب بود، یعنی که بگی دیدی مثلا میگه یارو اندیشمند فقیره، نه این وضعش هم اتفاقا خیلی هم خوب بود و صبح هم بیدار نمیشد قابل توجه. بنا به همون شهرتش میره اونجا کنم نویسنده دربار سوئد میشه و اونجا به خاطر اون زمان بندی که کاخ داشت خب مجبور بوده صبح بیدار شه و مثلا مسیر خونه تا دربار اون قصر رو طی کنه. اونجا هوا سرد بوده، عفونت میکنه ریش و میمیره، یعنی به واسطه اینکه صبح بیدار بشه از خواب میمیره، یعنی حتی به ضررش شد. متوجهین؟ حالا این با کم و زیاد شاید من یه سری چیزا رو جا انداخته باشم، ولی کلی آقا پیرنگ کلی این قضیه همینه. خیلی از مطالبی که منتشر میشه تو فضای مجازی، خصوصا تو بحث موفقیت، این روزا عجیب غریب باب شده. خب و حالا مسائل دیگه هم هست، مثل نمیدونم چی بهش میگم مرد آلفا و نمیدونم چیزا اینا انگار مثلا چیه. خب اینا همه باعث میشن که به اون ایدئالی که داری دیرتر برسی، مثلا دیر برسی به این که آقا اصلا من چه کار به این چیزا دارم. درستش میگه، من بیام با شرایط زندگی خودم منطبق کنم. میدونیم اون مقایسه کردنه، اون چی بهش میگن، مثل یعنی تمایل به مثل دیگری بودن، خب خیلی ضربه میزنه و این باعث میشه که بگی بابا من عمرم همه هدر دارم مثلا سر این که مثلا مثل رونالدو بشم، مثلا ایلان ماسک بشم. اون خدا هم میدونه چه پشت پرده ای داره. آقا اصلا میگم آقا خود آدم با آدم فرق داره. آقا تو خودت با ایلان ماسک مثلا مقایسه میکنی، مثلا من خودم یه با ایلان ماسک مقایسه کنم، من قاجاری زندگی میکنم. خب من نه چرا ایلان 24 ساعت اگر بیدار بمونم نخوابم اصلا، حتی قابلیت نداشتم اصلا نخوابم، چه برسه صبح زود بیدار شم، بازم به اونجا نمیرسیدم. خب معلومه. ببین خیلی مسائل میگم پشت پرده این افراد هست. خب هر شخصی، شاید ما یعنی خودم و خودت از دید بعضی موفق باشیم، میدونی یارو بگی بابا این دوتا حالشون خوبه فلان، برسید که اینجوری نیست. ببین هر کسی به اقتضای شرایطی که داره چی بهش میگن، هم احساس خوشبختی میکنه هم بدبختی. حالا اونی که این قضیهش دائمی میشه، مثال زیاد حالش خوب نیست هیچ وقت، به خاطر اینکه اون دوز بدبختیش بیشتره که اونم باز جای خودش داره. ببینید نمیشه مثال بگی همینجوری گفت تو بدبینی، زودرنجی، فلانی بهمانی. بعد شرایط زندگی چجوره؟ این بحثش متفاوته، ولی در کل میخوایم اینو بگیم سعی کنید به شرایط خاص خودتون اکتفا کنید و ببینید که آیا اون انگیزشی که داره میبینی یا اون کلا اون اطلاعاتی که از بیرون وارد زندگی میشه به دردت میخوره به زندگیت یا نه اصلا برای سودمند هست یا ممکنه
تو رو عقب بندازه. یه چیزی هم خوندم، حالا اینم بد نیست میگم، راجع به بحث اراده. یه کتابیه راجع به این نوشته شده حتی. خب بحث اراده بود. یه آزمایشی انجام داد، یه نویسنده‌ای بود، کوکی هست، شیرینی کوکی، گذاشته بودن جلو 2 گروه از افراد و بعضیشو گفتن بخور، بعضی گفتن جلو خودتون رو بگیرین، اراده کنین جلو خودتون رو بگیرین. بعد یه چند دقیقه که گذشت و اون تایم تموم شد، اومدن یه معما بهشون دادن حل کنن. اون گروهی که جلوی خودشون نگرفته بود شروع کرد و حل کردن معما. حالا بعضیا حل کردن دیگه، خب ولی اونی که جلوی خودشو گرفته بود و میخواست رو اراده خودش کار کنه، به اصطلاح حتی حوصله حل کردن معما رو نداشت که بخواد حلش کنه، بتونه یا نه. میدونید این مسائل باعث میشه که مثلا رو ارادتون تاثیر بذاره، یه جای منفعل بشید و بعدا باز میگه ای کاش اون موقع عمرم رفت، مثلا اون موقع الان این کار انجام میدم. این هم میتونه شامل بشه اون بحث دادایی. و یه نکته آقا، موفقیت از دید هر کس فرق میکنه. یکی دیگه پول، دید یکی دیگه آقا خانواده است، حالا فرق میکنه. و چیز دیگه که هست تو اون راه موفقیت، شما همیشه قرار نیست پیشرفت کنید، قراره بیستید، خسته شید، برگردید، شکست بخورید. بله، ولی ساعت 6 صبح بیدار شید. نمازتون هم بخونید. نمازتون هم نه آخرین بار که نماز نه آخرین بار یادم اینقدر زیاد خونی یادت نمیاد فکر کنم. آره تمام کردی واجی، تموم شد دیگه. تمام کرد. چی بگیم دیگه؟ موفقیت نداره تو چی؟ خب موفقیت آره واقعا تعریف خاصی ازش ندارم. ببینید رو راست بخوام بگم، اینم باز به نظر تو به کجا برسی اسم می‌کنی موفقیت؟ ببین من همین که بتونم از پس خودم بر بیام، مرحله‌ای به مرحله زندگیم اضافه کنم برام کافیه. یعنی که مستقل بشم فعلا، خب از هر لحاظ، خصوصا لحاظ مالی، خب و توانایی رو داشته باشم که شخصا بتونم برم دنبال چالش‌هایی که دوست دارم تجربهشون کنم. یا آدمی هم من که نمیتونم بگم از چالش نمیترسم، خب یه سری کارها رو از عمد حتی انجام میدم، یه سری مسیرها رو از عمد حتی شروع میکنم، خب که اصلا شکست بخورم. میدونی خیلی هم اذیت میشم. حالا توی همین چند وقتی که تو با من دوستی، نمیدونم متوجه شدی، شاید خیلی اوقات حالم اصلا خوب نبوده. به خاطر همینه، چون دارم واقعا تجربه میکنم یه سری چیزا رو، از عمدم این کارو میکنم، میخوام یاد بگیرم. سادیسم داری؟ نه سادیسم ندارم، نه برام ضرورته. میدونی آقا دیگه آدم اگه این کار نکنه اصلا منفعل میشه. آره مثلا رفاقتا یا مثلا رفاقتا چی گفتی؟ رفاقت یا یه جمله؟ نه میشه فوش داد اصلا. فوش بده دیگه آقا، تمام کن. آره خدمت درس کنم. آره همین که بتونم مستقلاً دنبال این چیزا برم، خب و صرفا فقط دغدغه پول نداشته باشم برام کافیه که بتونم از اون لحاظ تامین باشم، بگم خب اون اوکیه، برام سراغ بعد. این کلا موفقیت از نظر من الان اینو ضبط کنم موفق شدم، الان خوشحالم چون آقا این کارو انجام دادم. آفرین. کار ندارید آقا. از خدمت آقای حسین عمو حسین خسته نباشید میگم. از جانب آقای چرا دست میدی میبینن؟ از جانب آقای حسین بابا نمیخواد جانب من، خودم هستم از جانب خودم میگم. تو از جانب آقا این نمیتونه. خب از جانب خودم و ولی عذرخواهی میکنم. نه از خدمتتون مرخص میشیم انشالله که این نیم ساعتی که براتون حرف زدیم، از تجربیاتمون گفتیم، هرچند ساده، هرچند شاید خیلی غیر تخصصی بود، اما خب نظرات خودمون چیزی بود که زندگیشون کردن. گوش کنید یا امیدوارم که به درتون بخوره، تو زندگیتون استفاده کنید. با امید دیدار نظری چیزی هم دارین شما کامنت کنید. با امید دیدار خدا نگهدار. من دست ندیم ها نمیبینم. با امید دیدار نظری چیزی هم دارین شما کامنت کنید. با امید دیدار خدا نگهدار. من
دست ندیم ها، نمیبینم.